فصل 12. عملیات را سرعت بخشید. سرعت مهمترین سلاح در شرایط رقابت است. در کارتان بهترین شوید. همین حال انجام دهید. ساده سازی کنید. تشریفات را کنار بگذارید. دقیق باشید. در دنیای رقابت پذیری امروزه سرعت نقش جدید پیدا کرده است. فرصت‌های مناسب در لحظه از دست می روند. اگر ایده خوبی دارد بلا فاصله و به سرعت آن را اجرا کنید. مراقب باشید اما کن عمل نکنید. گرفتار تشریفات نشوید. صرفاً به این دلیل که همیشه این طور عمل کردید دلیل نمی شود که از این به بعد چیزی را تغییر ندهید. اینها درسایی هستند که من در مدت 40 سال فعالیت خلاقانه آموختم. خیلی ها فکر میکنند ویرجین بیش از اندازه سریع حرکت میکند و در بسیاری از موردها این طور هم هست. مثلا در مورد دایر کردن شرکت هواپیمایی ویرجین اتلانتیک، از روزی که به این فکر افتادیم تا روزی که هواپیمایمان از زمین بلند شد فقط 3 ماه طول کشید. فکر نمی کنم حتی سوپرمن هم می توانست سریعتر از ما پرواز کند. هفته ها هیچ کدام از ما نخوابیدیم. هر روز با یک حرکتی تازه روبرو می شدیم. اما با کاری که می خواستیم بکنیم جامعه عمل پوشانیدیم. یکی از درسایی که آموختم این بود که مدتی دراز فکر کنم، به ایده های فکر کنم که منتظری تکنولوژی بمانم تا زمان مناسب از راه برسد و به هدفم برسم. این موضوع بوده که من در زمینه توریسم کیهانی به آن توجه کردم. پیشرفت‌های نظررسی تکنولوژی سببی بود که من فکر کنم این احتمال است. اشتیاق من به هوانوردی منشأهای گوناگون دارد که بدون تردید نفوذهای خانوادگی در آن نقش بزرگ بازی کرده‌اند. مادرم یکی از اولین زنان جهان است که مهماندار هواپیما شد. در ضمن من شیفته کره هوایی نوردی هستم. وقتی با کره هوایی به فضا رفتم دانستم این کار چقدر لذت دارد. دهه سال 1960 به اتفاق پدر و مادرم شاهد فرود انسان در کره ماه بودم. به شدت ذوق زده شده بودم. با خود عهد کردم روز به فضا سفر کنم. وقتی سال 1985 اولین سیاح واقعی جهان کریستا مکالیف، یک آموزگار آمریکایی در اثر ترکشی فضاپیمایی چلنجر کشته شد، بسیاری از مردم از فکر پرواز به فضا گذشتند. در میانه‌های سالهای 1990 در نتیجه سفر با کره هوایی به دور دنیا به طور روزافزون به تأثیر و نقش هوانوردی بر محیط علاقه‌مند شدم. روز در مراکش نشسته بودم و منتظری مناسب شدن هوا برای پرواز با کره هوایی بودم. 3 تن از همسفانم هم کنار من حضور داشتند. برایمان این سوال مطرح شده بود که چرا سفرهای فضایی با هواپیما باید تا این اندازه به محیط زیست آسیب برسانند و چرا از کره هوایی به جای هواپیما در سفرهای فضایی استفاده نشود. من در زندگی آموختم هیچ هدف دور از دسترسی انسان نیست. من به نتیجه رسیدم که آنهایی که پیندار دارند و به خودشان مطمئن هستند می توانند هر کاری را انجام دهند. از سفری فضایی تا هدیه فیلم‌های کمدی ممکن است جهش بزرگ باشد. ولی وقتی به سراغ خلبان آینده در کمدی‌های عقاب دندیر می‌روید، متوجه می‌شوید که ارتباط نزدیک میان آنها وجود دارد. من در تمام فعالیت‌های تجاریم سعی می‌کنم لایحه‌ها را صورت بیگانه دهم که در آن ریسک را بتوان به شکل کمی درآورد و به شکل آن را کنترل نمود. گاه ممکن است لایحه‌ها سودی مسلم ندهند، اما آنچه از این لایحه‌ها میتوان به دست آورد مهمتر است. برای مثال مجله استودنت سودآور نبود، اما سبب تأسیس ویرجین موزیک شد که بسیار سودمند بود و بعد مبلغی لازمه برای شرکت هواپیمایی ویرجین اتلانتیک را تأمین نمود. فیلم‌های سینمایی موضوع دیگری هستند که میتوان به آن اشاره کرد. من هرگز نخواستم خود را درگیر فیلم‌های سینمایی کنم، زیرا نمیتوانم آن را به شکل کمی درآورم و ریسک‌هایش را کنترل کنم. اما سال 2006 به محض اینکه با موضوع فیلم‌های کمدی و کارتونی برخورد کردم به این نتیجه رسیدم که میخوام در تهیه آنها مشارکت کنم. تهیه این فیلم‌ها به خلاقیت و انرژی فراوان احتیاج داشت. در حال حاضر توجه به فیلم‌های کمدی و گرافیکی و رسمی بسیار رو به رشد بود. در امریکا فروش داستان‌های گرافیکی در یک سال گذشته 7 از 144% رشد کرد و
در بریتانیا بعد از سال 2003 این رشد 2 برابر شده است. من معتقدم هند در دهه آینده با داشتن 600 میلیون نوجوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان فیلم و نیز بزرگترین مصرف کننده فیلم های سرگرم کننده در دنیا خواهد شد. من از این و اطلاعات در سایه مختهم شجاعت و سازگاری داشته باشید تا هرگاه شرایط طلب کرد به سرعت حرکت کنید و دست به کار شوید. هرچند سرعت در این فراگیرنده موضوع نسبی است، گاه لازم است ایده های مشخص را در زمینه ذهنتان حفظ کنید و منتظری از راه رسیدن تکنولوژی ها شوید. من همیشه اعتقاد داشتم تفریح داشتن و لذت بردن باید زمینه همه فعالیت ها و اقدام ها باشد.